با نام خدای یکتا. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و در کنار فامیل و عائله محترمتان. دوستان عزیز، میخوام درباره یکی از شهرهای زیبا، دیدنی و مشهوری آلمان، شهر دارموند، معلوماتی بدهم و خدا کند که این نوار یا این سوژه بهر شما پسند بیاید. اگر دوستان این نمبر خوشتان آمده باشد، حتما لایک و کانال ما سر بزنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خود بفرستید و زنگوله بیمه رو برای همیشگی فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. شهر دارتموند یکی از شهرهای همیشه سبز در غرب آلمان، در ایالت راین وستفالی شمالی در حوزه رور جایگیر شده است. اهالی این شهر به 605 هزار نفر تقریبا میرسد و این یکی از شهرهای کلانترین در منطقه می باشد و هشتمین شهر کلانترین در آلمان و 34 شهر کلانترین در اتحاد اروپا به حساب می رود. تقریبا سال 1821 میلادی تأسیس یافته است و دوستان عزیز، با اهالی گیر تو اطراف یا نفوذ گیر در اطراف شهر تقریبا با 5.5 6 میلیون نفوس برابر شده است شهر دارتموند. نقطه بلندترین شهر دارتموند کوه کلوزنبرگ می باشد که در 254 متر از سطح برف جایگیر شده است. در ناحیه زیبورگ واقع بوده. پسترین نقطه سرحدی شهر را عبور دریای امشیر در بلندی 50 متر از سطح برف می باشد. دوستان عزیز، سفری ما از شهر بیلیفیلد آلمان به شهر دارتموند از طریق ماشین صورت گرفت و ما در چنان که شما در نوارهای های خود میبینید در جاده ها و خیابان های شهری بیلیفیلد هستیم و میریم طرف شهر دارتموند که همیشه سبز. در شهر دارتموند بیشتر از مردان زنان زندگی میکنند. سهم اهالی مردان باشد 48.4% و از زنان باشد 51.6% را تشکیل میدهد. 12.7% اهالی شهر را خارجیان تشکیل میدهند، ولی این نابرابر یا نادرست حساب شده است، در حالی که تقریبا 5% خارجیان در ناحیه های براکر و النبرگ زندگی میکنند. دوستان عزیز، شهر دارتموند بیشتر از 12 ناحیه دارد. بزرگترین دیاسپوراها ترکها، بعد از یوگسلاوها و پولیکها میباشند. دین یا مذهب: 34.6% ساکنان شهر دارتموند با کلیسای اونگلی پروتستانتیزم، 29.6% کاتولیک‌ها و 0.7% یهودیان را تشکیل می‌دهد. درباره شماره مسلمانان آمار علایقه وجود ندارد، اما بر اساس معلومات درباره کشور، محققان آن را به 6 یا تا 8% حساب می‌کنند. 34.8% اهالی به هیچ کدام دین یا مذهب مربوط نمی‌شوند، یعنی به خدا هستند. نگهداری تندرستی را بیمارخانه‌های شهر تامین می‌کنند، از آن جمله کلینیکای دارتموند، کلینیکای کنفشافت دارتموند، بیمارخانه کاتولیکی دارتموند و بیمارخانه سنت یاگن و دیگر در شهر فعالیت دارند. اقتصاد در شهر دارتموند خیلی خوب برآورده شده است و خیلی پیشرفت کرده است. شهر دارتموند در این شهر یکی از زوادهای مشهوری نیم ناقل‌های الماس واقع شده است. از نگاه ترانسپورت، شهر دارتموند یکی از کلانترین مرکزهای نقلیاتی وستفالیا می باشد. ایستگاه دارتموند که هم مساله به 41 میلیون نفر خدمت می رساند، چهارمین نقطه کلانترین راه آهن در آلمان به حساب می رود. در برابر قطارهای نزد شهری و قطارهای اکسپرسی محلی، آن اینچنین با مسیرهای بلندسرعت و خیلی بلندسرعت مجهز کرده شده است. نقطه دیگری مهم این انبار راه آهن شهر دارتموند می باشد که در شرق جایگیر شده است. در شهر اینچنین 28 ایستگاه راه آهن نزد شهری و 25 ایستگاه اس-بین موجود است. فرودگاه بین‌المللی شهر دارتموند که در ناحیه شرقی ویکد جایگیر شده است،
در سالهای اخیر از فرودگاه منطقوی با سومین فرودگاه بین‌المللی در ایالت رین وستفالی شمالی تبدیل یافته است. اساس فعالیت آن را تجارت و حمل و نقل سیاحان تشکیل می‌دهد. شرکت‌های هواپیماهای گوناگون در برابر پروازهای داخلی اینچنین به پروازهای بین‌المللی پرواز می‌کنند، از آن جمله با بریتانیا، مجارستان، اوکراین، اسپانیا، ایتالیا، لهستان، تونس، فرانسه و شویتزاریا. در نقلیات دریایی به طوفان کانال دورموند ایمز، بندری شهر که با آن رین و به بحر شمالی پیوست است، یکی از کلانترین بندرهای دریایی در اروپا به حساب می‌رود. دوستان عزیز، میخوام دیگه برنامه رو بریم با هم از نزدیک تماشا کنیم جاده ها و خیابان های شهر دورموندی آلمان رو. سلام دوستان عزیز، چنانچه می‌دانیم ما فعلا قرار داریم یا آمدیم به شهر دورتموند آلمان. ما در یک از کوچه ها میگذاشتیم که این نقاشی ها و چه زیبا رو در دیوارها دیدم. چه زیبا هم است، کارتل های خانه ها و کارتل های آلمانی. دوستان یک دفعه ببینین چه زیبا است. بالکونش هم بشه، بالکونه زیبا و دیدنی. و این طرف ببینید دوستان، یکی از باز نقاشی دیگر خیلی زیبا آرا داده شده است. خیلی هم دیدنی هم جالب هم است. خب با ما باشید دوستان، سیر و گشت های ما در کوچه ها و خیابان های شهر دورتموند آلمان جریان دارند. دوستان عزیز، هنوزم سیر و گشت ما در کوچه های ادامه دارم. ایام یکی از جایهای تفریح و بازی بچگانه در کوچه های دورتموند. خیلی جای خوب هم است برای مخصوصا فامیل ها و عائله های کودکدار که در پنجره بازی میکنن. ما میریم طرفی میگم از سمت ها و دیگه طرف های شهر دورتموند. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم امروز خیلی بارانی هم است در شهر دورتموند. خیلی سخت باران میباره و از بسیار جاها با نوار کشیده نمیشه، چون از است که ما در بیرون هستیم همه جا تر میشه. یا ما بعضی جاها را تا نیستیم با نوار میگیریم. این هم یکی از دیگه کوچه و خیابان های شهر دورتموند آلمان. و بریم طرف های دیگه کوچه ها. این دوستان این هم دیگه کوچه و خیابان های دورتموند آلمان. کدام کوچه کدام طرف میروند، اما هم میریم دیگه طرف ها ببینیم چه چیزا از دست ما میاد و به نوار میکشیم کوچه ها و خیابان های شهر دورتموند رو. دوستان ببینید اینجا کدام رستوران و کبابی و چای عربی حلال است. این هم گفتی گفت نگاه دیده و دیگه خیابان های شهر دورتموند. البته ما میریم اینجا پارکینگ بوده، بریم دیگه طرف ها. خب اینم دیگه خیابان ها های شهر. دوستان همونه در کمک باران سوز شدگی اینه که همه هم زده است. من میریم دیگه طرف ها. این هم دیگه جاده ها و خیابان های شهر دورتموند. از بس که ما امروز یکشنبه است دوستان عزیز، روز استراحتی است، همه جا بسته است و شام هم شده. وقتای شام و عصر است، وقت شام است به حساب. آن خاطر مغازه ها بستن. ما فقط داریم کوچه ها و خیابان های دیدنی بابی شهر دورتموند رو به نوار میگیریم.
با ما باشید. برنامه های ما ادامه دارم. با نام خدای یاد خدا. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوبت ما. دوستان عزیز، چنانچه می‌دانید ما فعلا قرار داریم در یکی از کوچه ها و خیابان های شهر دورتموند آلمان و آمدیم ببینیم در این شهر چه چیزا هست برای دیدنی و برای جالبی این شهر رو به نوار بکشیم و بهرش ما پیشکش کنیم. دوستان دیگه وقت زیادی شما رو نمیگیرم، شما رو به خود پاکمانان میسپارم. حتما در یوتیوب به کانال ما سر بزنید و کانال ما سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونده شید و به دوستان خود بفرستید. ببینید فعلا ما در کجا قرار دارم، در یکی از کوچه های مرکزی شهر دورتموند آلمان. وقت زیادی شما رو دیگه نمیگم، شما رو به خود پاکمانان میسپارم تا برنامه های بعدی. خدا نگهدار، بدرود. چنانچه می‌دانید خیلی باران است. خداحافظ. دوستان عزیز، اینم دیگه کوچه ها و خیابان های شهر دورتموند آلمان. ما میریم دیگه طرف ها ببینیم چی چیزا هست. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم خیلی هوا بارانی است در شهر دورتموند امروز. ما میریم دیگه طرف های شهر ببینیم چه چیزا ما بهرش ما آماده کرده میتونیم و به نوار میکشیم. خیلی شهر زیباست شهر دورتموند. دوستان عزیز، این هم دیگه کوچه و ساختمان های شهر دورتموند. خیلی زیبا و دیدنی و زیباست. خیلی ساختمان های جالب و زیبا دارد شهر دورتموند. ساختمان ها و جاده های و کوچه های زیبای شهر دورتموند. و ما میریم دیگه طرف های شهر. هم نزدیکی وокزال یا راه آهنی شهر دورتموند است. تاکسی ها را ببینید، قریب همه مرسدس و رنگ های کریمی دارد و رنگ های چی میگیم خانم کریموی. تاکسی های شهری دورتموند. دوستان عزیز، ما نزدیکی گاغ یا وокزال یا راه آهنی شهر دورتموند رسیدیم. در گاغ اینم صحنه بیرونی گاغ یا وокزال. نصیب باشه میریم داخلش. در اینجا چندین مغازه ها هستن، چندین کباب چی میگه کبابی و KFC و جای خوردنی باب کافتریا و چیزا. اینا شهر دیگه است، طرفی روبروی گاغ وокزال ساختمان های زیبا و جالب ساخته شدن. شما اگه ببینید اینجا را زیبایی اینجا را